چرا با من این چنین کردی؟ من چکر کنم؟ هی میگوید من چکر کنم، هر کار میخواهی بکن. چکر کنم آبروی مرا بردی. همش تقصیر خودت است، هر کار میخوای بکن. اینجا کار رابطه بازی نیست. شنبه من به یک کار نیازمندم، زن بچه من گرسنند. خب من که مشکلی ندارم، من که تو را یک بار کمک کردم، بی تو کار آموختیم، برو همان کاری که تو را آموزش دادم انجام بدی. کار موسیقی به درد تو نمیخوره. اگر موسیقی به درد من نمیخورد پس من میروم پیش توکلی، همه چیز را میگویم ما همون دو نفر. چی را به خود دور برمیداری، بی خودی شلوغ میکنی، بی خودی حرف خودی ویل میکنی از خود. یک لحظه مرا گوش بگیر، من حال که تو را از نزدیک صحبت میکنم، احساس میکنم به درد گروه من میخوری. فقط من یک مقدار باید رویتی کار کنم. مطمئن باش من استعداد موسیقی هم خوب است. میدانی؟ من خیلی خوشحالم، دست درد نکند. ما کار نکردیم، وظیفه خود انجام دادیم. مطمئن باش اسم شنبه بر سری تمام زبان ها میفتد. گروه شنبه متریک کند. نه شنبه نام تو نباید بر گروه باشد. گروه باید یک اسم گروهی داشته باشد. چرا اسم تو شنبه؟ من میگویم چهارشنبه. تو بی خود میگویی چهارشنبه، سرپرست گروه منم، اسم گروه من شود شنبه. خب میگویم بگذاریم شنبه چهارشنبه. اسم گروه شنبه. تو یک آدم موجود یک دنده قد هستی. قدم به خودم مربوطی که قدم. شنبه؟ چهارشنبه. میگویم چکار کنیم این یارو توکلی ما رو نشناسه. چکار کنیم؟ کار میکنیم، یک فکر میکنم براش، حال نمیخواد خودت رو ناراحت بکنی. نه چکار کنیم، یک کار مهم است. باید یک گیریم، یک شکلی از خود در بیاوریم. یک فکر میکنیم دیگر، حالا چیزی به ذهنت نمیرسه؟